کجا بودی تا حالا؟ دانشگاه. تعطیلن که. مگه میتونن؟ مگه میشه این همه دانشجو رو تعطیل کنن؟ از قیافت معلومه زیاد رو فرم نیستی. بابات زنگ زد یه چیزایی گفت. حدس میزد شاید بیای اینجا. دیگه میخواستی چی بشه؟ عمه یه نخ از سیگارت به منم میدی؟ چه غلط ها. حالا مثلا فکر میکنی خیلی شکست خورده ای؟ خیلی زخم خورده ای؟ اون دفتر تلفن رو با تلفن رو به من بده. چشم. میخوام یه زنگ بزنم به دوست باباتی هست. اقلا وقتی منوچهر میرسه بهش بگه که تو اینجایی، دلش شور نزنه. خودت که عقلت نمیرسه. بفرم. یه قهوه درست کن بر من بیار اینجا. باهات حرف دارم. یه چیزی هم باید برام بیاری. چی؟ از انبار پایین. باید تو رو خدا ول کن، هم تاریکی هم سرده که اصلا حوصله ندارم. حالا چی هست؟ جعبه پاندورا. جعبه چی؟ تو دانشگاه به شما چی یاد میدن؟ نمیدونی جعبه پاندورا چیه؟ پاندورا اولین زنیه که خدایان یونان قدیم اونو به زمین فرستادن. یه جعبه هم بهش دادن اما نمیتونست در جعبه رو باز کنه. پدرم قصه پاندورا رو همیشه ربط میداد به قصه امیرارسلان نامدار. پاندورا یه حوای اسطوره‌ای یونان باستانه. زنی که